خب بریم سراغ نوشتن اولین برنامه، نمایش هلو ورلد. هلو ورلد بعد از اینکه اولین بار آقای برایان کرنیگن توی کتاب خودش استفاده کرد، به شدت محبوب شد، تبدیل شد به یک استاندارد و خیلی از برنامه‌های بزرگ و خفن و البته غیر خفن برای نوشتن اولین برنامه‌شون از اون استفاده کردن. بعدها از آقای برایان کرنیگن می‌پرسن که حالا چی شد که نوشتی هلو ورلد؟ میگه که یک کارتونی داشتم می‌دیدم توی اون یک جوجه سر از تخت در میاره و میگه هلو ورلد. خب بریم سراغ نوشتن هلو ورلد. اول یک کلاس ایجاد میکنیم به نام مین، چون میخوام متد مین رو داخلش تعریف کنیم. میریم سراغ تعریف متد مین. پابلیک static void main، پرانتز باز و بسته، آکولات باز و بسته. خب متد مین یک ورودی داره، یک آرایه از تایپ استرینگ، براکت باز و بسته، اسمش هم هست ARGS یا ARGS مخفف آرگوما. خب برای دستور نمایش هلو ورلد نیاز داریم به system.out.println که توی اینتلیجی اسیوتی که بزنیم براتون میاره. داخل دو تا دبل کوتیشن می نویسیم hello world و تمام. خب کد ما آماده است. در مورد اجراش باید بگم که اگر اولین بار اجرا میکنی حس فوق العاده ای داره، واقعا احساس میکنی داری یک موشک لانچ میکنی برای اولین باره که با کامپیوتر صحبت میکنی، بهش دستور میدی و انجام میده. اگر هم شما برای اولین بار اینو اجرا نمی‌کنید، یادتون بیاد برای اولین بار چه حس فوق‌العاده‌ای داشتید، حسی که بسیار از برنامه‌نویس‌ها در سراسر دنیا اون رو تجربه کردن. خب برنامه اول به پایان رسید، هلو ورلد رو چاپ کردیم. میریم سراغ برنامه بعدی. لایک و سابسکرایب یادتون نره. ممنون که ما رو حمایت میکنید.